یا وقتی ما راجع به دانشگاه آزاد صحبت میکنیم میگن ضد دانشگاه است. بنده دانشگاهی ام. در این دوره 70% ظرفیت دانشجوی کشور اضافه شده است. من طرفدار دانشگاه، من از متن دانشگاه اومدم میخوام در خدمت مردم باشم. ما 2 تا حرف بیشتر نداریم راجع به دانشگاه آزاد. میگیم این همه دانشجو، این همه استاد عزیز دارن زحمت میکشن، فداکاری میکنن برای علم کشور، برای پیشرفت کشور. بسیاری از مردم از نون شبشون میزنن، هزینه تحصیل فرزندشون میکنن. چرا این پولها باید بره جای دیگه خرج بشود؟ چرا باید بره تو انتخابات؟ این پول باید بره خرج خود مردم بشه. ما میگیم این همه دانشجویان دکترا و فوق لیسانس دانشگاه آزاد زحمت میکشن. بنده خودم چندین دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه آزاد رو رسالش رو راهبری کردم. چقدر زحمت میکشن، بعد بیان یه سری مدارک قلابی دست یه عده‌ای بدن، آسیب بزنن به زحمات این همه استاد و دانشجو و در جامعه مخدوش بکنن اعتبار دانشگاه آزاد. و حرف ما ایناست، ما با شیوه مدیریت اونجا مخالفیم، به نفع مردم. این دانشجو فرزندان ما هستن، این استادا همکاران بنده هستن. میگن شما توهین میکنید. اومدن CD هایی رو منتشر کردن، میلیون ها حرف ها رو بریدن کنار هم گذاشتن برای اینکه تخریب بکنن. این بیادبی نیست؟ ما بیادبیم یا کسانی که این کارها رو میکنن؟ بالاخره بنده رئیس جمهورم، در هر جایی که میرم به اقتضای اونجا مطالبی رو میگم. اینا برمیدارن اول آخرش رو میبرن به هم میچسبونن. خب یه چیز خنده‌داری در میاد، یه چیز مسخره‌ای در میاد. مثلا من میگویم فلانی چنین گفته است، بعدا هم حرفش رو رد میکنم تو همون سخنرانی. این فلانی چنین گفته است، با بعدش رو میبرن، این وسط رو میگن ببینید این صدای احمدی نژاد این حرف رو زده است. این روش ها روش های درستی نیست. اومدن گفتن فلانی 1000 فامیل درست کرده. خیلی جالبه. یه چیزی رو هم منتشر کردن در سطح وسیع در روزنامه ها و در جاهای دیگه. توی این 4 تا باجناق جدید واسه ما پیدا شد. یعنی ما یهو فهمیدیم 4 تا باجناق داشتیم و خبر نداشتیم. بابا والا من 3 تا باجناق دارم، خیلی هم دوستشون دارم، هیچ کدومشون هم در هیچ کار دولتی نیستن. ملت بدانن. یا کار بدتری که انجام شد، ببینید دیشب یک همچین نموداری جلوی دوربین به ملت نشان داده شد برای اینکه بگن رتبه فساد در ایران بالا رفته است. من خواهش میکنم ملت دقت بکنن چه اتفاقی افتاد. این از کجا در اومده؟ یه مؤسسه است، مؤسسه شفاف سازی، مؤسسه خصوصی است، هیچ بین المللی هم نیست، ربطی به سازمان ملل هم نداره. این اومده کارش هم اینه که بره تخمین و برآوردهای راجع به مسائل اقتصادی مفاسد رو بگیره. این اومده چه کار کرده؟ اومده از 4 تا شرکت، دقت کنید، از 4 تا شرکت 2 تاش انگلیسی، یکی آلمانی، یکی آمریکایی، که 3 تاش تحت سلطه صهیونیستان، به هر کدوم یه دونه فرم نظرخواهی داده. اونام دادن به یک کارشناس، گفتن تو برآورد تو بگو. اونام برآورد کردن. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که یک کشوری که در آمریکای جنوبی است، همه دنیا اون رو به عنوان کانون فساد و مواد مخدر و پولشویی میشناسن. این شده رده 71م، یعنی 70 رتبه بالاتر از ایران. ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم، ولی بعد به ما میگن شما آبروی کشور رو میبرید. بنده آبروی کشور رو میبرم یا شما که میاد از 4 تا شرکت صهیونیستی، اون هم با روش غیر علمی، با روش غیر علمی 4 نفر که معلوم نیست کی هستن دادن، اون وقت شما اینو به عنوان یه مؤسسه جهانی میاد میزنید تو سر ملت، اینجور عزت ملت ایران رو مخدوش میکنید. بذارید یه مورد دیگه هم بگم. اگر خاطرتون باشه چند شب پیش بنده یک نموداری رو نشون دادم به عنوان نمودار ضریب جینی که 2 طرفش یکی هست. این ضریب جینی مال 7 دولت
به اضافه سال 87 ضریب جینی نشان دهنده حرکت به سمت عدالته، یعنی ثروت درست توزیع میشه، هرچی فاصله دهک‌های پایین درآمدی و بالا کمتر بشه این ضریب جینی کاهش پیدا میکنه. اینو به خاطر داشته باشید. برای اینکه این حرف حقی که مرکز آمار اعلام کرده، مستند بانک مرکزی تأیید کرده، این رو مخدوش بکنن، من اینو نشون دادم. دولت به دولت اومدن گفتن فلانی اینو نشون داده که این متعلق به ما نیست، بالاش هم بستن که معلوم نشه مال کجاست. بعد اومدن سال به سالش کردن، سال 83 رو به جای 84 جا زدن، 84 رو به جای 85، همینطور به ترتیب، برای که منحنی رو مخدوش کنن. بعد از خودشون یه چیزی آوردن که واقعی اینه، کنار هم گذاشتن برای اینکه بگن احمدی نژاد دروغ میگوید. من سوالم اینه چرا متوسل به این کارها میشید برای اینکه بگید احمدی نژاد دروغ میگه؟ خب این چه چیزی داره؟ یه دولت پاک شبانه روز در خدمت مردم هم پذیرفتنش، شما با جعل سند، با تمسک به سازمان‌های صهیونیستی میخواد بگه که این دولت دروغگوست. این خوبه؟ این ادبه؟ این انصافه؟ آبروی کشور رو میخواد ببرید در یک تریبون رسمی که بگید ایران فاسد است از قول صهیونیست ها، بعدش هم بچسبونید به این دولت، بعد بیاد منحنی ها رو جعل کنید، بالاش هم بپوشونید. خب بگید این از کجا آوردید؟ من میدونم این از ستادهای انتخاباتی شما در اومده. فریب دادن دوستان ما رو چون آشنا نیستن به مسائل آمار. اجازه بدید یه مورد دیگر رو هم بگم. من البته گزارش بانک مرکزی ضریب جینی هم اینجا هست دیگه، مردم رو زحمت نمیدم. معلومه که در این دولت فاصله کم شده. ما سهام عدالت دادیم، حقوق تحت پوشش های نهادهای حمایتی رو زیاد کردیم، مسکن روستایی رو توسعه دادیم، حقوق بازنشسته ها رو اضافه کردیم، حقوق کارمندا رو اضافه کردیم. خب اینا فاصله ها رو کم میکنه. شما اگر میکردید همین اتفاق میافتاد، اما نکردید. در موضوع اقتصاد ما میگیم رشد اقتصادیمون بالاست، نمیگیم مشکل نداریم، میگیم درست داریم حرکت میکنیم. شما اگر حرف بانک مرکزی رو قبول ندارید، حرف خودمون رو قبول ندارید، بیاد صندوق بین‌المللی پول، اکونومیست، همه اینها منحنی‌هاش هست، میگن در این دولت کار بهتر انجام شده است، شاخص‌ها رو به بهبوده و رو به جلوست. میگن 1 میلیارد دلار دولت گم شده است، اما وقتی معاون دیوان محاسبات میگه چنین چیزی نیست، این رو منتشر نمی‌کنن. من میخوام عرض کنم ما قبول داریم مشکلات هست، گرامی هم هست، کی ما گفتیم نیست؟ برای همین داریم 24 ساعت کار میکنیم، میگیم راه حل بدیم چیکارش بکنیم. بحث اینه که 2 تا روی کرده، یه روی کردی که عدالت گستری را گداپروری مینامد و دفاع از عزت ملت در مجامع جهانی رو ماجراجویی میداند، با یه روی کردی که خودش رو خادم ملت میدونه، باید از عزت ملت دفاع بکنه و باید عدالت رو برپا بکنه. ما در ساختن کشور، در مبارزه با فساد و دفاع از عزت ملت بسیار جدی هستیم. ما دنبال اصلاحات اساسی در اقتصادیم، زیرساختاش هم آماده کردیم، 4 سال ما رو زیرساخت‌ها کار کردیم و انشاءالله درباره کاهش قیمت‌ها، درباره اشتغال، درباره مسکن، درباره ازدواج، درباره علم برنامه‌های گسترده‌ای شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد. این مطلب رو هم من خدمت ملت عزیز عرض بکنم. ما اطلاع دقیق داریم که اونها باور کردن که صحنه رو واگذار کردن و ملت به صحنه آمده است و بازی رو باختند، به دنبال ایجاد تنش هستند. من خواهش میکنم از ملت آرامش رو حفظ بکنید. هیچ کسی حق ندارد به نام من به کسی تعرض بکند یا موجب تنش بشود. آرامش رو حفظ بکنید. انشاءالله این چند روز هم میگذرد، دوران درخشان دیگری در زندگی ملت ایران و در افق بالاتری انشاءالله پیدا خواهد شد. من باید تشکر کنم از ملت عزیز ایران به خاطر همه همراهی هاشون، به خاطر همه خوبی ها و بزرگواری ها و تحملشون. در دور انتخابات وقت من بسیار محدود بود، چند تا استان رو رفتم، استانهایی رو نرفتم. عذر میخوام. انشاءالله در اولین فرصت
من خدمتشون خواهم رسید. از همه اقشار صمیمانه تشکر میکنم. قبلا هم تشکر کردم، اینجا دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم. من از همه تشکر میکنم. و اما به قول خواجه شیراز حافظ عزیز، گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر، بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر. سرفراز باشی میهن من و السلام علیکم و رحمت الله.